سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب آقای حسینی بفرمایید. خوب هستیم؟ زنده باشید برادر بزرگوار. ما 3 مطلبی رو بیان کردیم در برنامه، هر کدومش دوست دارید در موردش صحبت کنید. بله، در مورد همین 12 امام اگر اجازه بدیم من چند تا مطلب بگم. بفرمایید. چون در یک مسئله ما داریم میگن دفع ضرر محتمل، یعنی انسان از خودش یک ضرری که احتمال داره که وجود داشته باشه از خودش دور کنه. با روایاتی که ما از پیامبر داریم که میفرمان که خلفای بعد از من 12 نفر هستن و بزرگان علمای اهل سنت و شیعه همیشه درباره بحث کردن. بله. و همچنین در مورد اینکه یعرف الاشیاء به ازدادها، که اشیاء رو همیشه میگن با ازدادش باید با این چیزهایی که باش مخالف هست بشناسیم. با وجودی که ما مثلا میبینیم که ازداد، اگر ما مثلا نخواهیم امامان رو برفرض ما بیایم حالا هی دلیل بیاریم که این 12 امام هستن نیستن بخوایم اینا رو ثابت کنیم، هر کسی میتونه دربارش یک چیزی بگه. ولی اگر ما بیایم بگیم که خب حالا اگر ما اینا رو قبول نکردیم باید چی رو قبول کنیم؟ بعد از امام علی علیه السلام امام حسن بودن، بعدش باید بگیم معاویه، بعد میخوریم به یزید بنبست میشه، بعدم دیگه بعدی ها رو مثلا نمیتونیم به عنوان خلیفه و امام قبول داشته باشیم. این خدا از همین راه ازداد برای ما مشخص میکنه که این امامان از اهل بیت عترت پیامبر که پاکانی بودن که رسول خدا مشخص کردن، همین بهترین دلیلش میشه که با همین ازداد میشین شنا. ما نمیتونیم مجبوریم بگیم خلفای پیامبر 4 نفرن برخلاف حرف پیامبر خدا که فرمودن 12 نفر. ولی اگر مثل اهل سنت ایران که سنی هم هستن ولی 12 امام رو هم 12 امامی هم هستن قبول دارن، میگن بعد از امام علی امام حسن امام حسین تا حضرت مهدی رو قبول دارن. اون 3 خلیفه اول هم میگن ما ازشون بدی ندیدیم، اونها رو هم قبول دارن. با این حساب از خودشون ضرر محتمل رو دفع میکنن. یعنی ضرر این که ما بخوایم خلفای پیامبر رو رد کرده باشیم رو رد کردن و هیچ مشکلی هم براشون نیست. انشالله آخرت هم مورد شفاعت پیامبر و عترت اونها قرار میگیرن. ولی اگر ما بخوایم اینا رو رد کنیم، هی اصرار به رد اینها داشته باشیم، اول کاری که میشه همینه که فرمایش رسول خدا کنار گذاشته میشه که خلفای بعد از من 12 نفرن، آخرشون مهدیه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همچنان که پر از ظلم و جور خواهد شد. و در مورد این 12 امام ما در قرآن داریم که تأویل آیات قرآن رو کسی جز الله و راسخون در علم نمیدونن. یعنی هر آیه از قرآن یک ظاهری داره، یک باطن که تأویلی هست. مورد این 12 آیه داره که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، 12 ماه هستن در نزد خدای متعال که در روزی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، منها 4 حرم، 4 تاشون دارای حرمت هستن. ذالک دین القیم، این دین قیم در نزد خدا هست. خب الان میگن مثلا مسیحی و یهودی هم هستن، کافر و کمونیست هم هستن که این 12 ماه رو قبول دارن. این آیا واقعا دین قیم که خدا میفرماید الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى ان الله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. آیا واقعا دین قیم همین 12 ماه قمری هست در نزد خدا؟ تأویل این آیه میگن وقتی نگاه میکنن میگن 4 تای اینها علی هستن، دارای حرمت هستن و این ماه ها تأویلی بوده که خدای متعال برای اینکه دستکاری در قرآن نشده باشه آمده با تأویل مطلب رو بیان کرده و در ثانی کار رو بر امت پیامبر سخت نکرده. چون وقتی که پیامبر
امام و خلیفه رو در روز قدیر مولا معین کرد، پیامبر دید اصحاب رغبتی نمی کنن و ادعا دارن که علی علیه السلام خوش اخلاق نیست، تحقیر، نمیدونم تندخو هست و ادعی میگفتن در جنگ ها زیادی از ماها رو کشته. پیامبر خدا هم وقتی مخالفت اینها رو دید، برای اینکه اینها باعث کفر اینها نشه، دیگه زیاد اصرار نکردن و زیاد در این مطلب سماجت نکردن و دعا کردن که خدا هر که علی رو یاری میکنه او رو یاری کن و هر که او رو تنها میگذاره خوار میکنه خدای او رو خوار کن. که همین دعای پیامبر در حق معاویه میگن اجابت شده، چون حضرت ام المؤمنین عایشه که توبه کرد و تا آخر عمرم گریان بود. و بله آقای حسینی خواهش میکنم رو قضیه سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه صحبت نکنید، موضوع برنامه این نیست. شما مطالب مهمی رو اشاره کردید، واقعا خیلی جالب هست. قضیه 12 امامی که شما میفرمایید در روایات اهل سنت وجود داره، میشه اینو به من یکی از این روایت های صحیح رو بخونید؟ بله، روایت شما الان سرچ کنید خلفایی من بعد 12 که بعد یک مطلب دیگه هم من در کنار همین با اجازهتون الان بگم که بخونید. آقای محترم، آقای حسینی، جناب آقای حسینی، ببینید شما وقتی که روایت رو کامل بخونید، روایت این میگه که امر امت من به خیر خواهد بود تا اینکه 12 خلیفه یا 12 امام بر اینها حکومت بکنه. ببینید شما میگید که اهل سنت موندن که چطور اینو تعریف بکنن. ببین اهل سنت هیچ مشکلی با این روایت 12 امام ندارن، 12 خلیفه 12 امام، چون که در این روایت میگه که وضع امت من به خیر خواهد بود، یعنی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عزت و شوکت خواهند داشت تا وقتی که 12 خلیفه یا 12 امام باشه که یک آخرشون مهدی است. خب ما اینو قبول داریم. من وارد جزئیات این روایت نمیشم که این صحیح هست ضعیف است، در کدام کتاب، در هر کتاب اهل سنت که اومده آمنا سلمنا، ما هیچ مشکلی نداریم. ما هیچ وقت نگفتیم که ترتیبش بر این است که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویه و یزید و مروان و فلان و فلان. هیچ یقین اهل سنت اینو نگفتن. بعضی اومدن نام بردن گفتن شاید فلانی 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 باشه، اما هیچ کدام از علما اهل سنت نیومدن یزید رو جز این 12 خلیفه قرار بدن. ما اهل سنت مشکلی نداریم. این عددی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن راست گفتن، صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این حقیقت است. تا آخر از زمان این 12 تا تکمیل میشه، آخرش حضرت مهدی است، بعد از اون قیامت میشه و سلام دنیا به هم میریزه. شمایی که به این حدیث استناد میکنید از کتابهای ما برای 12 امامتون، از 12 امامان شما کدوم یکیشون به حکومت رسیدن؟ میتونید به من بگید؟ منظور از امام همینه. آخر الان مثلا شما امام غزالی که میگین، امام غزالی که حاکم و خلیفه که نبوده، منظورتون اینه که یک کسی هست که میشه ازش پیروی کرد در مسائل دین. اصل آقای حسینی، خدا هم آقای حسینی اگر شما میگید که امام این به این معنی اهل سنت است، ما به امام مسجد میگیم امام، به عالم علم حدیث میگیم امام در حدیث، به قاری قرآن میگیم امام ما در قرآن، ما مشکلی نداریم با این تعریف. هر کس به حاکم عادلی که بر حکومت اسلامی حکومت بکنه در یک کشور بهش میگیم امام. اگر که فاسق هم باشه بهش میگیم امام، مادامی که امر الله سبحانه و تعالی رو در بین مردم حاکم بکنه، مانع عبادات مردم نشه، در حاکم هست، ولی اینکه فاسق باشه امام هست. ببینید شمایی که ادعا دارید شیعیان که غصب خلافت شده، یعنی امامت در نزد شما تنها یک منصب دینی نیست که در گوشه خونه بشینه و امام باشه. امام باید حاکم باشه، خلیفه باشه، در رأس حکومت قرار بگیره تا اون وظایف امامت خودش رو بتونه به جا بیاره. غیر از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و 6 ماه سیدنا حسن، بقیه امامان شما اصلا امامتشون تکمیل نشده به اون معنایی که شما بهش اعتقاد دارید. اگر بگید که نه
امامت به این معنا که بشینه گوشه خونه بشینه، امامتش هم بکنه، کاری هم به سیاست نداشته باشه. پس این همون عقیده جدایی دین از سیاست است که بعضی از مسلمانان گمراه امروزه معتقد به اون هستن که دین نباید در سیاست مداخله بکنه و سیاست نباید در دین مداخله بکنه. پس این همه سر و صدا و به سر و کله زدن و تکفیر اهل سنت که ابوبکر حق علی رو خورد و عمر حق علی رو خورد و عثمان حق علی رو خورد، اینا پس همه حرفای دروغی است که گفتن، یا که این تناقض رو شما چطور جواب میدید؟ خیلی مختصر. بله، الان امام زمان مثلا که حکومت ندارن، یا امام علی که میفرمود برید کسی دیگه ای رو خلیفه کنید، من وزیر باشم بهتر از اون است که امیر باشم، یا امام حسن که خلافت و حکومت رو واگذار به معاویه کرد و امامت رو، و امام صادق که ابو مسلم رو رد کرد و فرمود که من در این کار خیری نمیبینم، یا امام رضا که به مأمون فرمودن که من در این کار خیری نمیبینم، داخل در خلافت نشدن، چون میدونستن که بلا و فتنه در او بسیار زیاد خواهد بود. که ما همین که امامت دینی مردم رو داشته باشیم، به ما در مسائل دینی رجوع کنن کفایت، چون مردم در فتنه و استدلال هم میکردن که هرگاه ماها بخوایم خروج کنیم کان مسر ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت قبل خروج القائم الا آقای حسینی برادر عزیز، آقای حسینی این مقام برادر عزیز، حضرت ابراهیم رو که خدا میفرماد امام قرار دادیم، آیا پادشاه و خلیفه و حاکم بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام پیشوا بود، پیامبر بود، پادشاه ها از او پیروی میکردن، پادشاه از او پیروی میکردن. امامانی که شما داشتید نه خلفا از اونا پیروی کردن، نه عامه مردم از اونا پیروی کردن. همین امام زمانتون که امروز میگید ادعا میکنید غایب است، شما رو به خدا آقای حسینی یکی از فواید دینی امام زمان رو به من بگید که امروز برای مسلمان ها میرسه. فواید سیاسی که نداره، فواید اقتصادی که نداره، فواید نظامی که نداره. مسلمان ها تیکه تیکه در به در سوریه، در عراق، در فلسطین، 70 و چند سال از در فلسطین مسلمان ها زجر میکشن. این امام زمان به درد مسلمان ها در دنیا که نخورد. از امور دینی مسلمان ها امروز فقط کتاب فرق شیعه رو شما ببینید، هر امامی که فوت کرده بعد از اون امام 12 تا فرقه، بعد از امام حسن عسکری 21 فرقه شیعه، هر کدومش ادعای امام زمانی کردن رؤسای این فرقه. اینها هیچ کدومشون نیومد امام زمان مشکلات مردم رو حل بکنه، نیومد یک ورقی بفرسته، یک خطابی بفرسته که یا ایها الناس من میم ها میم دال هستم، ابن حسن عسکری هستم، ای مردم شیعه اثنا عشری مذهب بر حق است، بقیه شیعیان همه بر باطل هستند، اهل سنت بر باطل هستند. این امام 12 که نه به امر دین ما کار آمده، نه به امر دنیای ما، هیچ مشکل ما رو هم نتونسته حل بکنه، چطور به این میگید امام؟ نه معنی سیاسیش دقیق است، نه معنی دینیش. بله، الان امام در زمانی که انشاءالله ظهور کنن به تمام معنا امام خواهند شد، ولی شما لولا علی لهلک عمر رو مگه نشنیدین که عمر و ابوبکر و عثمان تبعیت میکردن از علی علیه السلام؟ این که همیشه گفته خود شما که میگین اونها در تمام امور مشورت میگرفتن، تبعیت میکردن، همکاری میکردن با علی علیه السلام و نظر او رو میخواستن، یعنی او رو امام میدونستن. اگه اینجور نباشه که نمیگفت که اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. و این که فایده امام زمان چیه؟ فایده امام زمان همینه که اگر وجودشون ظاهر می بود بلا و گرفتاری شیعیان و دوستانشون بیشتر می شد. این که در مخفی هستن و در میان ظاهر آقای حسینی جواب من رو بدید. آقای حسینی برادر عزیز، یکی از فواید وجود امام زمان دینی یا دنیوی؟ فایده امام زمان اینه که خدا او رو نگه داشته برای زمانی که امر خودش رو مقدر کرده باشه که زمین رو پر از عدل و داد کنه. پس برای آینده نگه داشته، برای وقت ظهور نگه داشته. الان به در الان برای من، برای محمد انصاری، برای آقای حسینی در این زمان در سال 93 امام زمان چه فایده دینی و چه فایده دنیوی داره؟ بفرمایید. فایدهش اینه که امام زمان که نباشن ما نمیتونیم ایشون رو مثل امام حسین بکشیم، بعد به گناه او مبتلا کافر و جهنمی. تشکر آقای حسینی من تشکر میکنم از پاسخ شما، واقعا پاسخ خیلی جامع و کامل بود. دوستان عزیز قضاوت کنن. اما این در مورد آیه
در مورد آیه 26 سوره توبه که فرمودید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، دوستان عزیز نشون بدید فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. ترجمه آیه اینه بیگمان تعداد ماه‌ها نزد الله در کتاب الله از آن روزی که آسمان ها و زمین را آفرید 12 ماه هست. منها 4 حرم، که 4 ماه از آنها حرام هست. دوستان عزیز، ما اهل سنت، عموم مسلمانان جهان، منظور از این آیه را الله سبحانه و تعالی 12 ماه قرار داده، 12 ماه قمری. 4 ماهی که حرام هست، 4 ماهی هست که الله سبحانه و تعالی در این 4 ماه قتل و جنگ رو حرام قرار داده. ماهای 3 ماهش ماهای حج است. آقای حسینی اجازه بدید برادر بزرگوار، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، یکیش هم ماه رجب هست. این ماهای حرام هست که الله سبحانه و تعالی جنگ و قتال در این ماها حرام کرده از روزی که آسمان ها و زمین رو خلق نموده. اما این که شما فرمودید این 4 حرم 4 تاش حرام هست، چرا 4 تا علی رو حرام قرار داده؟ 4 علی که در این 12 امام شما وجود داره. علت این که اینا حرام هستن بقیه حلال هستن یعنی چی؟ حرام یعنی چیزی که حرمت داره، مثلا مادر و خواهر انسان که نمیشه باش ازدواج کرد، بقیهش حرمت ندارن؟ محرم هستن. بقیه حرمت ندارن؟ اینها داره حرمت بیشتر بودن از جهتی که علی ابن ابی طالب. آقای حسینی من به خدا قسم شما رو انسان خیلی عاقل و فریخته میبینم. این تصور من، گمان من این است. شما آیا امام جعفر صادق رو با امام حسن مجتبی و امام حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین مقایسه میکنید؟ اصلا قابل مقایسه نیستن. حسن و حسین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدن، جمال مبارک پیامبر رو در زندگی دیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حسن و حسین 2 گل خوشبوی من هستند. چگونه شما حسن و حسین و حرمتش رو از مثلا علی نقی کمتر میدونید؟ میگید که اینا حرمت دارن، حرمتشون بالاتر است نسبت به بقیه. ببینید آقای حسینی، ما نباید که بخوایم با دلایل لایتچسبک هر طوری شده عقیده خودمون رو قالب بکنیم برای مردم. شما خیلی راحت میتونید بگید که این 12 امام، این روایتی که اینا آوردن خب تناقض داره. چرا آیه قرآن رو، یعنی شما قاری قرآن هستید، چطور ان عدت الشهور عند الله 12، چرا اینو ترجمه میکنید به 12 امام که بعد مجبور بشید که قسمت دوم آیه رو که من 14 حرم رو بیایید، من 14 حرم رو بیایید اینطوری توجیه بکنید که اینا 4 تا که حرمت بیشتر دارن نسبت به بقیه. جهت حرمتش از اینه که علی اسم الله تبارک و تعالی، یعنی بلند مرتبه، و خدا هم علی هست به این جهت که اینها اسمشون علی بوده، نه اینکه حرمت و مقامشون از امام حسن و امام حسین بالاتر بوده. اسم اینها داره حرمت بیشتری بوده، علی بودن، بلند مرتبه بودن به همین جهت. و این که امامت رو ما الان از اصول دین بدونیم یا ندونیم مسئله‌ایه که درش بحث هست، چون در روایات شیعه ولایت و امامت جزء واجبات شمردن. مثلا موضوع برنامه ما قضیه اصول دین، امامت جزء اصول دین هست یا نیست. موضوع این نبود. در مورد تناقضاتی که من 13 امام و 12 امام و 11 امام از کتاباتون که نشون دادم، در مورد این اگر حرفی دارید در خدمت شما هستیم و الا خداحافظی می‌کنیم باهات. بله، یک آیه در مورد این که گفتیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین. آقای حسینی برادر عزیز، آقای حسینی بزرگوار، برادر بزرگوار، شما 18 دقیقه پشت خط هستید، برنامه‌تون نمیشه. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا نگهدار. تشکر کنم، خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ. آه